جهان ما به سرعت در حال دگرگونی است و آینده زودتر از آنچه که فکر می‌کنیم اتفاق می‌افتد. آینده امن‌تر با دستگیرهای هوشمند HTM. خمیر دندان اولترابایت اکتیدنت، حاوی زغال فعال و عصاره آلوورا، یک لبخند طبیعی با خمیر دندان‌های طبیعی اکتیدنت. اکتیدنت، دلیل یک لبخند. پدرخوانده قوی‌ترین فرد یک گروه مافیا. پدرخوانده فقط برای خودش نمی‌جنگه، برای همه گروه می‌جنگه. برای همینه که مافیاها به پدرخوانده‌شون اعتماد میکنن. تو بست پلیر این بازی، هر اتفاقی که بیفته. مافیاها گروه کوچک و متحدی هستن علیه همه شهر. این چه بازی بدیه؟ من دوست دارم از شهری برم بیرون که شما مافیاش باشید. آقای بازری سفت برای من مافیا هستن. ما دیشب 2 کشته داشتیم. از کارت فیس آف استعلام میخوای؟ نه نشد. نه اصلا. موافق 100% اجماع رو شما مافیای دوم شهری. کیمیا میخوام بکشمت. پس لباسم هم در میارم. اگر من شهر نبودم همین الان لباسمو در میارم. من اگر توی شهری باشم اون شهر به مافیا نمیبازه. آها نیمونه اون که پشت ماشینشون ننش. جونه رضا آنکه رضا بخیر الان وقتش نیست داداش بیبریم برمیگردیم پیداش میکنیم این بار سرش. بشانه
دستمال داری تو ماشین؟ آره تو داشبورد هست. بذار من بهش میدم. بیا. چیزیت نشد که؟ نه خوبم. فقط نمیدونم این بیشرف چاقو کجاش کشید بیرون. میخواین سر راه بریم یه اورژانس بیمارستان پانسمانش کنیم؟ مستقیم برو اون آدرسی که بهت گفتم. باشه چشم. رضا جونم، این خونه با آقای که داریم میریم ممنه. آره بابا من یه بار رفتم خیلی درندشته. این سرش عراده میکشه اون سرش صدا نمیره. سرا هم بچه مشتیه. خوبه خوبه. دیوش نترس. جلوتو نگاه کن. جلوتو نگاه کن. چرا اینطوری نفس میکشی؟ چیکار کنم؟ هیچی. جلوتو نگاه کن فقط. نه. چی کار رایی نداری جلوتو نگاه کن یا وسط چرا صدا این در اومد دیگه؟ چی کار کنم؟ برم؟ نه بات رو باز باشه بهت گفتم برو. نمیری بابا داشتی گم میزدی یا برو بابا برو. ولش کن رضا. رضا ولش کن رضا.
حتما شنیدی دختره یه بابایی به اسم نعیم رو دزدیدم، بعد کشتنش، جنازش هم آتیش زدم. من همون نعیمم. پونزده سال اون تو بودم، کارم توش خیاطی بود. صبح تا شب بریدم و دوختم. الان اگه دهنتو وا کنم میگی از چیزی خبر نداری. همینجا میبرمت، میدوزمت، بعد دوباره میشکافمت، دوباره میدوزمت. بگو چی میدونی؟ بگو چی میدونی؟ بگو! میخواین برم باندو بتادیم بگیرم بیام؟ بگو از چی خبر داری؟ چیکارش میخواد بکنه؟ این کارو چیکار داری؟ آرتیست بازیتم در آوردی، برو سر کن زندگیت. من برای آرتیست بازی نیومدم. واسه هرچی اومدی برو. آقا نعیم بگه من برم. جونم داشت، چیزی میخوای؟ چیزی نمیدونه. من سر یه ماجرای باید گیر افتادم. یه چند نفر هستن که خیلی ازم خونیه. باید خودم یه چند وقتی از دستشون گم کنم که آتیش اینا بخوره. میگم راه داری یکی دو هفته بیام پیشت بمونم؟ شرمنده جون به ایناما جبران میکنم. رضا جون، اینو ببرین یه جایی ولش کنید و حواست باشه مسیر رو یاد نگیره. رو چشه ماشین تو روشن کن، درستان آرز کن. باشو بینم رو، باشو بینم. شاشیدی چرا؟ باشو بینم. الله حاجی، من سر آدم فروشی یه خری که خودش سابقش قد یه دفتر مشقه اینجام. من که میدونم فرامرز منو لو داده. چرا؟ چون بهش گفتم یه ماشین بدوزه. مگه غیر اینه؟ ولی واسه این جرمه که داری میگی من اصلا در جریانش نیستم. خودت هم اینو خوب میدونی. همون نمیدونم چرا نشستی اینجا از من نشتی بگیری. اونو که خفن داری. یه پتروس فداکار لازم داری بیاریم نشتی تو بگیره. اونو واسه پیدا میکن. با مزه یا کجاش دیدی؟ حاجی تو ظاهرا کلا بیکاری. بیکار؟ همین که الان نشستی اینجا یعنی ما تا اینجاش کارمون شده. یعنی نمیخوای قبول کنی که اشتباه گرفتی؟ زور بهت میاد به موافقت بگی زدم به کادون؟ موافق من سایه تو رو هم ببینه میفهمه نزدم به کادون. حالا بگو از کجاش بگم؟ از اول. خسته نشدی؟ 100 بار نگفتی. 101 بار بگو. آقا یکی که نمیدونم کی از یک تلفن عمومی به من زنگ زد، گفت میخوام یه ماشین برام بدزدی. بعدم یه مبلغ پول رو گذاشت توی یه کیسه شبانه گذاشتم در خونه من. یه آدرس هم داد توی بیابون خارج شهر. گفت ماشین رو وقتی دزدیدی ببر بذار اونجا. منم اون فرامرز مادر مرده رو صدا زدم، گفتم کارو انجام داد و خلاص دیگه. راجع به این خبرایی که شما دارین میگی من اصلا در جریانش نیستم. قتل، تجاوز، خفگیری، این داستانا اصلا سیس من به این کارا نمیخوره. تو اون شب کجا بودی؟
گفتم که خونه پیش شهرام. داشت شهرام که میگه اون شب اصلا خونه نبوده، پیش رفیقاش بوده. من گفتم خونه خودمون بودم و یا یعنی اصلا تو جاده ماده اینا نبودی؟ نبودم. ولی من فکر می‌کنم بودی. نبودم. من میگم بودی. آقا چون شما دستت به بقیه نمیرسه اینجوری آوار شدی رو سر من که خودت خلاص. تا کجا میدونی بقیه تو کار بوده؟ خب وقتی من نبودم حتما یه بقیه‌ای بوده دیگه. تمام شد رضا. چشم بسته بردیم انداختیمش اونور شهر. خوبه. پسر چی شد؟ هیچی، منو رسوندش گفتم بره. اصرار نکرد بمونه؟ چرا بابا، زخم کرد ولی دیگه راهیش کردم. کاری نداری با من؟ نه. من یه سر میرم پیش بچه ها ببینم میتونم تیمون رو پیدا کنم رد این بیرامون تو زندون برامون بزنه یا نه. باشه رضا. جونم. دمت گرم. من نوکرتم مانعیم. غصه نخوری ها. ما این بیرون غریبیم، اون تو مال خودمونه. یا حلیم. تمام نشده کار سرگردن از رسول نه؟ چی کارش داری؟ من کاریش ندارم، خودش گفت بیا دنبالم کارم تمام شد بریم سر صحنه شو. خب واسه کارش تمام شد دیگه. باشه من بیرون منتظرم. باش. ببین آقا گرگه، هر کی یادت داده پات که رسید اینجا همچین صف میشینی، هر چی بهت گفتن گردن نمیگیری، هی میگی من نبودم که لابد تهش ما بگیم ببخشید مصدق اوقاتتون شدیم بفرمایید منزل. زر مفسده باور نکن. بقیه رو نمیدونم، اما در مورد خودم اینو میدونم که اگه یه هفتم اینجا یه لنگه پا آویزونم کنی، وقتی کاری رو نکردم باید بگم نکردم. بگم کردم. تو اگه گناهی نداشتی واسه خاطر یه دل دزدی و مال خری که میرفتی خودتو 7 سوراخ موش قایم کنی. من که هرچی میگم شما باز حرف خودتو میزنی. پس بهتر من هیچی نگم، بذاریم ببینیم تهش چی میشه دیگه. ایشالا خیره. تهش که همیشه خیره، ولی واسه اهل خیر واسه اونی که مظلوم واقع شده. تو شاید دفعه اولت باشه اومدی اینجا، ولی من امثال تو رو خیلی خوب میشناسم. همتون لنگه هم دیگه این. اولش گردن نمیگیرین، چون اگه گردن بگیرین میدونین تهش کجاست. اینجا جنگ جون و زنده موندنه. بعد که یکی دیگه تون گرفتیم آوردیم نشوندیم روبروتون، یهو یه چیزا یادتون میاد و زبونتون یهویی با میشه. بازم موقع گردن نمیگیرید نه، عین باد معده میندازش گردن هم دیگه. خودتون اسکی نمیدونی اینجا کجاست. واسه تو اینجا باطلاقه. شل کن بابا جون، انقدر دستما نزن، بیشتر فرو میری. تو فکر میکنی قاضی به خاطر همچین جرمی منتظر میشه ببینه تو هم دستا چی بهش میگین؟ حکم همتون یه جا داده، خلاص. آفرین، قشنگ گفتی. ولی همونجوری که قبلا بهت گفتم من اصلا نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی. من همونایی رو میدونم که قبلا بهت گفتم. اگه دنبال حرف جدید میگردی جناب سرگرد باید بری آدمای جدید رو بگیری. من کاری نیستم. من یه ماشین دزدیدم، یه مالخری کردم، چشمم کور دندم نرم، میرم قاطی مالخرا و دزدا میشینم حبسم میکشم. ولی برای این چیزایی که میگی من بیگناهم. بزن قدش. بهت قول شرف میدم آقا گرگه، قبل از اینکه بتونی اسم همبندی های درب و داغون و دل دزدتو یاد بگیری پرونده‌تو بستم فرستادم درک اسفل و سافلی.
آمین. بازم بازجوییشه؟ نه چیزی ازش در نمیاد. بعد گفتی هرم لقمه تاشو خوب میدونه گردن بگیره حکمش اعدامه. تا وقتی مدرک نباشه میتونه سر بده و نتونه. الان تکلیف چیه؟ بفرستش داد سرم تا حکم اون چی باشه. پیدا کردی؟ ببین از این مهرها چیزی پیدا میکنی اینجا؟ سرگرد یکی دیگه ای اون یکی کو از این بازم باید باشه
کنیم به پرونده این دختره رفتی داشته باشه. به این خیلی بستگی داره. برازمش کن. فقط میریزه شلاشو بعد چند تا بوک بزنی دیگه نگاه کنی آره اونه که بزن فکر کنی یه ذره شلو بلم چند تا بوک بزنی آره قبلش چک با بکنی شکوفه بیا تو. سلام خانم. سلام. چند است؟ یه دونه مانتو 2 تا بولیز. مانتو بلوز. نگین خانم میشه من پولمو نقد بگیرم؟ بله. مرسی. لیلا برو تو نوبت تو. برو تو عزیزم. برو دیگه. برو تو دیگه. چی شد؟ لیلا چی شد؟ ساله جون الان برمیگردم. چی شد؟ ولی چی شد؟ وای چرا رفت؟ چی شد؟ میان الان بایسته. لیلا جان. لیلا هر سابقه داری که اسم یا لقبش سامه و تو پروندهش سابقه خفتگیری تجاوزی آدمربایی داره رو برام سرچ کن. چشم قربان. عجله نمی‌کنی؟ الان؟ پس کی؟ زمان میبره که. پس بشین شروع کن دیگه. چشم قربان. به جو وقت کمه. چشم.
شما نمیخورین؟ بخور من خوردم. لقمه بگیرم براتون؟ نه موش نجوبه. خیلی ممنون. چیزی خواستی بگو. اصلا نباشی الله قربت نرفتی تو؟ من با دارم فیلم ها رو بازبینی میکنم. چیزی ممکنه تو اون فیلم ها باشه که ما ندیده باشیم؟ از خودتون یاد گرفتم یه چیز ساده رو بذار رو بررسی کنم. آدم پرونده نعیم و دخترشو که میبینه میفهمه چقدر زندگی میتونه غیر قابل پیش بینی باشه. بنده خدا بعد 15 سال خودش رو رسونده به دخترش، بعد سر اتفاق همچین بلایی سرشون اومده. کافی بود اون شب جاده بسته نباشه و اینا نرن تو فری. بعد اون بی‌شرفا جرئت میکردن تو اتوبان وسط اون شلوغی جلو اونم دورون مدار بسته نزدیک اینا بشن. این که زندگی آدم سر اتفاق زیر و روشه واقعا زور داره آقا. واقعا. یه دقیقه بیا. گزارش پلیس راهبر رو بردا بیا. چشم. آقا فهم. دقیق بشو اونجا. 2:25 گزارش مردمی لغزندگی جاده غیر باران. خب قرد جاده. ببخشید چیزی شده؟ نعیم سیستم یعنی چی؟ عجیبه خیلی. چرا قبلا بهش فکر نکردم؟ چرا زودتر بهش فکر نکردم؟ میگه 2:25 گزارش مردمی بوده که سطح جاده لغزندگی داره. جاده چند به جلوتر لغزنده است. همکاران هم دارن تلاش میکنن زودتر مسیر رو باز شه. 3:30 نعیم اینا میرسن. شاید طول میکشه. اصلا مشخص نیست. گازوئیل اون وقت شب از کجا پیدا شده؟ خب نمیتونه خاطر حرکت ماشین سنگینه باشه. گستردگی سطح پوشش در عرض جاده یعنی چی؟ نشتی گازوئیل ماشین سنگین که باید رد طولی بذاره. باید اینوری بره. مرض داره مگه اینوری بره؟ اگه یه آدم مرضداری پشت داستان باشه. یعنی خود حروم لقمه‌ش هم اومده گازوئیل رو تو سطح جاده ریخته، هم خودش زنگ زده بیاین ببندیم برای پاکسازی. چرا نعیمو بکشونن تو فرعی؟ تردد دیگه ای نبوده اون موقع. یا اگرم بود خیلی کم بوده.
صحنه‌سازی بود. بر پدرشون لعنت. رسول جونم باشه بابا صبح شده. الو سریع خودتو برسون پلیس راهبر. مشروع یه گزارش با فایل صوتی میگیری جنگی برمی‌داری میاری اینجا. چشم. فقط چیکار باید بکنم؟ مربوط میشه به شب حادثه. هیچی دیگه اصلا گزارش مردمی نبوده. کسی که زنگ زده یکی از همون حروم لقمه‌هایی که دنبالشونی. بیا حالا بهت میگم دیگه. چشم. بدو. واک تو سرت ماه. چرا من زودتر این نرسیدم؟ بگو رسول پیداش کردی؟ جناب سرگرد سیم کارت به نام یکی به اسم مجید نوری. خب ولی این اونی نیست که زنگ زده راهداری. کیه پس؟ ما واسه 8 سال تو زندونه ابد خورده. استلامش هم که گرفتیم 20 تا سیم کارت به نامش. اصلا کارش اینه. پول میگیره سیم کارت به نام میده دست مردم واسه کلاهبرداری و خلاف. همین الان برو سراغش ازش در بیار ببین خطو داده به کی. نمیخوای بگی چی شده؟ وقتت هم گرفتیم. مزاحمت هم شدیم ها. منتظر یه چیزی هم برسه شروع میکنیم. حوصلت سر رفته ها؟ یه هوا ابد خوردم مگه حوصلش سر میره مجید؟ کاری نداری اون تو که باز اینجا یه قیافه جدید میبینی. اگه بفهمم برای چی آوردیم اینجا حوصله‌ام میاد سرش. میگم خب خدا رو شکر اینم رسید. دانلودش کنم با هم بشینیم ببینیم. خب مجید چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ این تو خوبه. بیرون چطوره؟ بیرون توپه. عالی. کار کاسبی چه خبر؟ کار کاسبی چی؟ با خلاف سیم کارتو میگم دیگه مهندس. من نمیفهمم چی میگی. مجید من وقت ندارم. آدم اینم نیستم بیفتم دنبال سیم کارت هایی که باز کار خلاف بین اون میفروشی. آدما و آشناهاتم الان مسئله من نیستن. فهمیدی چی دارم بهت میگم؟ من 1-2 سال پیش کل مدارکمو گم کردم. لابد یکی پیدا کرده داره باشون خلاف میکنه. ببین سلطان گفتم عجله دارم. این خورده خلافای الان تو مسئله من نیست. صاحب یکی از سیم کارت هایی که فروختی متهم درجه 1 منه که یه دختر رو به بدترین شکلی که فکرشو بکنی کشته. سیم کارت هم به نام توه. این شماره است. ببین به کی دادی دنبال اینم. گفتم که من مدارکمو گم کردم. لفتش نده با زبون خوش بگو ماجرا چیه؟ بابا مشتی منو تهدید نکن. من حکمم ابده. بالاتر از ابدم اعدامی که قاضی این پرونده به من نمیده. چون موقع قتل اون دختری که داری میگی من تو این خراب شده بودم.
میگم مدارکمو گم کردم. امر دیگه. امر که بزرگواری. بشین عجله نکن. این فیلم رو هم ببینیم بعد میری دیگه. بشین عجله نکن. بشین. سرعت نت هم پایینه. یه ذره طول میکشه دیگه. خب دانلود شد. بیا نگاه کن. بیا جلوتر نگاه کن دیگه. مجید پسرته. بزرگی است. این جدا از این که به تو کمک میکنه تو خرید و فروش غیرقانونی سیم کارت، خرفاش هروئین هم میکنه. فیلمو همکارا ازش گرفتن، ردشو زدن، آدرسش هم دارن. چیکار کنی مجید؟ به نظرت میتونی مثلا تو 5 دقیقه اسم طرفی که سیم کارتو بهش دادی به من بدی؟ یا مثلا اگه تو 5 دقیقه نتونستی من بگم همکارا سیم کارتاشو و جنساشو همه رو بگیرن برش دارن بیارنش اینجا زیر پروبال خودت. خرج زن و بچه‌ام که به زیستی میده دیگه. مجید یه نگاه دیگه به اون شماره بنداز. روش چیزی یادت میاد؟ من اینجوری یادم نمیاد الان. باید برم تو بند دفترچه‌مو نگاه کنم ببینم چیزی پیدا میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. الان میام. برو. سرکار رو تا سلولشون راهنمایی کنی. چه خبر رسول؟ گیرش آوردم. بگو. نریمان غلامی، سابقه زورگیری، خفتگیری، شرطبندی، مبارزه غیرقانونی، یه چیز دیگه هم هست. یه بارم از این قتل تبرئه شده. الان کجاست این شازده؟ بچه‌ها دارن رادساش کار میکنن. میرسیم بهش زود. پیداش کردی کت بسته برش بیارش اینجا. چشم.